سلام آقا. جدیدن یه سری نودل هست خیلی معروف شده، همه دارن درست میکنن. گفتم منم برم درست کنم، از قافله عقب نیافتم. این نودلای بولداک خیلی معروف شده، حالا همه دارن صورتیشو درست میکنن ولی من اینو گرفتم دیگه. اینا بسته های 5 تاییش $8. اینا رو من از والمارت خریدم، تخفیف خورده بود. بسته 5 تاییش حدوداً 4 خورده دلار شده بود. خلاصه که بریم درست کنیم ببینیم چطوری میشه. بریم ببینیم. خب اول از همه یه چند تا دامپلینگ برای کنارش سرخ میکنیم. دامپلینگ ها که سرخ شدن رو برمی‌داریم. تو همین تابه آب اضافه میکنیم ولی زیاد نه، در همین حد کافیه. بعد نودل رو اضافه میکنیم و صبر میکنیم تا این باز بشه. قبلش هم میخوام یکی از این دامپلینگ ها رو امتحان کنم. وقتی که یکم نرم شد اینطوری جدا میکنیم از هم، میذاریم دوباره خوب بپزه. یکم هم پیازچه اینجوری برای روش درست میکنیم. وقتی به این مرحله رسید که تقریبا آبش کشیده شده، بعد این ادویه پودریه، پودر پنیر، اینو اضافه میکنیم و به اضافه این سسش که احتمالا خیلی خونه خراب کن باشه. خب من این همشو نمیزنم، مقدار بیشترش زدم. بعد توی این مرحله هم یک کوچولو شیر اضافه میکنیم یا کریم یا پنیر هم داره این، ولی من پنیر دیگه نمیزنم. بهش پنیر پارمیزان هم میزنم یا نه ببخشید پنیر موزارلا. خب اینا رو میذاریم یک کوچولو دیگه با هم دیگه بپزن. بعد میریم مرحله بعدی. خب وقتی هنوز کامل سسش خشک نشده این دامپلینگ ها رو اضافه میکنیم کنارش که یکمی از این سس به خوردشون بره. یکی کم که خوردم. به چی شد؟ خب دیگه نودل جذابمون آمده است. یه ذره از این پیازچی ها اینطوری می‌ریزیم روش. و تمام. بریم که تستش کنیم. خب همینجا داغ سر گاز میخوایم تستش کنیم. یه ذره شیر کنار خودتون داشته باشین وقتی اینو میخوایم بخورین، احتمالاً تندیش خیلی خوبه. اینجا کیمچی هم داریم. بذارم کیمچی. هم دامپلینگ بخوریم. اگه غذای تند دوست دارین حتما اینو درست کنین، خیلی خوشمزه. من برم بقیه‌شو بخورم.